فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنه از ایران پرسیدن که دایی داشتم و 10 سالگی نماز میخواند و انسان بسیار خوبی بود، اما در آخر خودکشی کرد. آیا این خودکشی باعث میشه که این کارهای خوب و اینکه ملتزم بوده از بین بره کلا؟ این گناهی رو که ایشون در واقع انجام داده، قتل نفس، تفاوتی رو نداره که این قتل یک نفس در واقع معصوم باشه، بیگناه باشه که کسی دیگر رو باشه، یا این که خودش انسان خودش رو بکشد. از نظر شرعی هیچ کسی اختیار خودش را ندارد که روح خودش را، جان خودش را بگیرد و بدین خاطر است که در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که کسانی که خودشان را میکشند با هر وسیله و ابزاری که خودشان را بکشند، در روز قیامت عذابشون این است که با همون ابزار خودشون رو در واقع میکشند. اگر کسی با کاردی کشته باشد، با همون کار در واقع ضربه زده می شود و خودش را با در جهنم میکشد، یا این که سمی و سمی رو خورده باشد. از نظر در روایات این ذکر شده که در روز قیامت هم عذابش با همون سم هست. منتها تمام این مواردی که عرض شده به عنوان یک نوع مجازاتی هست برای این عمل نامشروع و گناهی که انسان در واقع انجام داده که خودکشی هست. و این خودکشی هیچگاه به این معنی نیست که اعمالی که انسان قبلا انجام داده، نماز و روزه و بقیه اعمالی که انجام داده، اونها باطل باشند. این خودکشی جزء در واقع مواردی که اعمال را باطل میکنند نیست، یک گناهی هست و دربارش یک نوع وعیدی وارد شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما این بدین معنی نیست که کسی که خودکشی کرده جهنمی ابدالدهر است و برای همیشه در جهنم میماند. با عنوان گناهی که انجام داده، مانند بقیه گناهانی که انسان انجام داده باشه، در مجازاتش رو در روز قیامت میبیند. اما انسانی که با ایمان از دنیا رفته، یعنی موحد بوده، کلمه گوی لا اله الا الله بوده، خداوند متعال سرانجام بعد از این که مکافات و مجازات اعمال ناشاستش رو میبیند، خداوند متعال اونو معاف میکند و اینو در واقع به بهشت میبرند. و گذشته از این مورد جزء حقوق الله متعال هست. حقوق الله را این در مشیت الله متعال هست، یعنی خداوند متعال در اختیارش هست که یک انسان گناهکاری را، ولو این که اون گناه مثلا خودکشی باشه، این در اختیار خداوند متعال هست. اگر بخواهد بنابر اعمالی که قبلا انجام داده یا بنابر رحمت خودش، الله متعال اون در واقع شاید هم ببخشد، اصلا هیچ گونه مؤاخذه و مجازاتی رو هم در واقع نبیند. اما از نظر شرعی اون در روایت اومده که هر کسی که خودکشی بکند با همون ابزاری که در دنیا خودش رو کشته، در روز قیامت با همون ابزار عذاب داده.